وقتایی جلوی آینه با یه خودکار و یه کاغذ چشم در چشم با خودت خلوت کن. از خودت بپرس چه کاری برات انجام بدم امروز خوشحال میشی؟ لیلا چی کار کنم برات؟ بهم بگو، مینویسم و انجامشون میدم. چه آرزویی که قبل از کوچ از این دنیا میخوای حتما بهش برسی؟ اون چیه؟ بهم بگو، مینویسم، انجام میدم. راستی چرا تو حالا به اون آرزو نرسیدی؟ چه قدمایی براش برداشتی؟ اگرم بر نداشتی عیبی نداره. کی بیشتر از من عاشق این چشماست و از این چشما میتونه به روح تو دست پیدا کنه؟ کی بیشتر؟ پس بهم بگو. همین امروز میخوام یه قدم واسه اون آرزویی که تا حالا بهش نرسیدی برات بردارم. اگه بتونی این کار رو تو آینه با خودت انجام بدی، اولین قدم برای تغییر رو برداشتی. امتحانش کن.